اینا دوستان عزیز نگاه کنید. چیزی که به هر یک شما گفتیم در روزی توبود 11 و 18 5 یعنی 11 متر کردگی با کدام سبب که وقتش هوی بود برای هم توبوت کلان کردگیان بعدن گردی را منو گفتن اول همه خیلی هوی بود. شخصا میناداری که با کنگاره نمی مازور حضرت سلطان میرسونم که تمام چیزا مهیا کردگی نفرانی که در آنجا سهم خودشون گذاشتگن از یگان چه ترقصی نمیکنن. اینا سمچک‌های که یک شکمه نگاه کنید هر چیزی که هسته همون خیرخشه در بین یک بیابان و این طرف که اینا میبینین مقبره نمی مزار حضرت سلطان. دوستان عزیز در پس منظری ما میبینین مزار حضرت امیر جان. از همه شما احترام خواهش میکنم که در حق این بزرگواری که در مرکز شهر کلوب قرار دارد دعا. الحمدلله شکرانه میکنیم که در حضور نمی مزار حضرت سلطان چنین مسجد پنج وقت است که هر یک شهروند میتونه که با حضور بیا نماز شب خونه. سلام و درود خدا به شما و نفرهایی که در مسکوسکی اوبلاست کار و فعالیت میکنند و میخواهند که حجامه بگیرند اما وقت آنها رو فرصت نمیدهد. شما میتوانید که در رقم‌های واتساپ ما مراجعت کنید. اگر 4 5 نفر باشید الحمدلله رفته در جا و مکانتون شما را الحمدلله که حجامه میگیریم در خدمت شما هستیم. و اون نفرهایی که میخواهند که آدرس های ما را بفهمند آدرس ما گورод خیمکی улица Кирова 10 корпус 2 офис 210 و دیگری آدرس ما در مترو براتسلавская. الحمدلله رقم تلفن در روی اکران. برای داروهای گیاهی شما میتوانید که الحمدلله در 4 تا 1 مراجعت کنید. مغازه زیارت شاپ همیشه در خدمت شماست. ای بندگان خدا سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم به کل تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن با کل نفرانی که این لحظه برنامه نوبتی ما را از شهر کلوب باستانی تماشا دارید. دوستان عزیز در پس منظری ما میبینید مزار حضرت امیر جان. از همه شما احترام خواهش میکنم که در حق این بزرگواری که در مرکز شهر کلوب قرار دارد دعا کنید. همه اینجا را میدونن اینجا جایی است که زیارتگاه هم آمده زیارت میکنن از همه گوشه و کنار تاجیکستان حتی از دولت‌های خارجه مزار حضرت امیر جان را زیارت میکنن. دوستان عزیز به هر یک شما ما گفتیم که در حق دعاگو باشین. بهترین جایهای شهر کلوب را تا خوالین میریم پیشکش شما میکنیم که چی چیزهای تاریخی داره کلوب باستانی خوالین و دیار تاجیکستان عزیز ما. همه کسا زنده و سلامت باشین. رفتیم دوستان عزیز اینا خوالین در درآمده مردم خوالین باز همشه به هر یک شما اشاره میتیم ان شاء الله که کجای خوالین رفتیم از همه یک جایی که بسیار نفرا میروند. اینا دوستان عزیز شکرانه الله ما اینا تگ 104 کیلومتر واسه اومده فرخار حساب نکرده بودیم. اینا مزار حضرت سلطان اینا اینجا بزرگ داره. دوستان عزیز شکرانه الله مهربان ما در مزار حضرت سلطان رسیدیم. این جای انم زیارتگاه در شهرک خوالین قرار دارد. باز همش به هر یک شما اشاره میتیم باوری کامل دارم بسیار شخصیت‌های جای دیگر لیک به هر حال یک گوشه تاجیکستان ما فخر میکنیم که چنین حضرت‌های بزرگ داریم در دیار تاجیکستان ما هست. خداوند جاشون از جنت کنه ان شاء الله. باوری کامل دارم که این جای زیارتگاه ما اومدیم بهترین جای به هر یک شما توصیه میکنم بیاین یک زیارت میکنین در حقشون دعا میکنین بهترین چیز میشوه و از همه شما احترام خواهش میکنم. بسیار نفرات طلب میکنن طلب نه بلکه فقط ما باید دعا کنیم. دوستان عزیز همه تا دوست می‌دارم از بود دلش میبین در جمع یک خوشبوی او چگی و اتگی و توجیکی میکنیم همه کسا میخریم. رفتیم دوستان عزیز. Ya chipse,
همین دروازه چقدر کنم؟ 1160. همین خوابودان؟ خب 1160. این خبر نبوده، این برای همه شروع کرده بود. نمود شروع بود. برای همه؟ تایپ کنم نبود شد. خیلی بود. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جواد دعا مغفرت گناه بخشان خواب شماره تلاوت قرآن کریم را ورودی هست خانه تعالی جل جلاله و برکت بطهر منوری حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بغضی حضرت سلطان اویس قرنی باشد این منزل مکان رحمت مغفرت شمس جنت نازل خیر قبول امراض و قضا داره امر جواز و برکت و مملکت ملتزی اغنام شریف جلد بیمار شفای کامل کامل خدا شما سفر نیک ایمان آبرو خارج دنیا و قیامت نکنه ربنا ایننا ولا تغفر لنا ذنوبنا قنا عذاب النار شما اینا دوستان عزیز نگاه کنید. اینجا بارداردنا وقتی که میاد مخصوص نه فروشگاه موندگیه تابستان و زمستان آبش میره و اینا بسم الله الرحمن الرحیم به حد خنکای هر یک جوشه اینا نگاه کنه که با بهترینش کردگیان زمانوی گیر چسبین گرفتگی نه سرچشمش ایجا میره و اینا سرچشمه که یک چشمه نگاه کنید هر چیزی که هسته همون خرخشه در بین یک بیابان و این طرف که اینا میبینین مقبره نمی مزار حضرت سلطان انا میجدد روزی شما ما با گم میزنم چقدر احتیاج ما کم برای شما پیشنهاد کردیم دوستان عزیز چقدر که به هر یک شما گفتیم در روزی توبود 11 و از 10 5 یعنی 11 متر کرده یه بکدام سبب که وقتش هوی بود برای هم توبوت کلان کردگان بعدن گردی را منو را گفتن اول همه خیلی هوی بود این زدنی نبود بعدن ایرا کردن دیگر من کردن درون در اومدن اگر نه اول می اومدی این زن نبود می در اومدی هم توبوت نزدیک می دی بلوچ شوندگی همه یک حیبت خشن داشت برادرانه از اون سبب که بسیار هر خیلی نفر اومدن هر خیلی گپ چپا شد به هم خاطر گیری مقبره را محکمه خوب کردن که فقط بیان از گردش دعا کنن زیارت کنن برام دوستان عزیز در اومدگاه شد وقتی که میگم اینا برادرانه در اومدگاه شد اینا اینجا بزرگ که همه ایشون اینجا خرید میکنه و پشتی که میبینی میگذاری میدروی زیارت میکنه اینجا اینا کتایی که هستن کسانی که چیزی که میارن صدقه میکنن خیر میکنن یا خودم سرین میان میشن کتو مونگه برای استراحت دوستان عزیز چند که برای شما وعده دادیم اینا در درون مزار حضرت سلطان هستیم پیاز بلگری اینا گوشت باز یک خمشوبو میکنیم بعد دست خدمیم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند خیرونه قبول دارد خمشوبو میکنیم نه برادرها خیلی وقت اومده نه چای کرده ساینا خیلی وقت کسی خوش مانده مرحمت اینا بیان آورده همه کسی میکنیم اوی توزه چشمه بسم الله الرحمن الرحیم انا دوستان عزیز کانت دیگه میریزیمش بس میشه اینجوری بوچی ماشاءالله زنبور میشه در اینجا در بار که اما کجایی در کشوش باشه زنبور هست تمام اینجا در پیوزه زیرزه میکنیم
گفته مرده کورخیز حال این علامون ما احسان جان بس حالی نمونه ما یک چموندی حالی ما نموش بسته تمون کی تیز باید بزیب میشه این علام دستگینه تمون این ماشاءالله از کم تو جوشیدن ابدرو اینه دیگه را نگاه قطره که کسی را چیزی بفرم میکنه اینجا دینا برادرو چوی پوی همه را کرده سن اینا چی گفتی احسان جان از این نموش پیاز ریزه میکنه با همه میبینه که چی خیل خونشور برا ترمین چی گفتن احسان جان هیچی مخی لامون برادرو خانده خیلی پیاز پوش میکنه اینجا خوبیش همیه که وقتی که میاد همه شرایط را خودش دارن برای تیار کردن شوربا کورپاچه یکم چی نمیاره یکم باری ما اومدم فهمیدم کورپاچه همه چیز میخونه کورپاچه هم پشتی ماشین در ایستاد انا خیلی ریزه میکنیم باور که از جوی بود میشه اینا شخصا میناداری که با کنگران همی مازور حضرت سلطان میرسونم که تمام چیزا مهیا کردگی نفرانی که در اینجا سر خشونت گذاشتگن از یگان چه تنقیصی نمیکشه این در پشت مسجد روز میداریم مسجد میشون میتیم تورات خونه دیگ طبق اینو نگاه که یک دو سه چهار پنج 10 12 تا دیگ مونده همه شبیه هست فقط میاد تماشا میکنیم میره برادر جان اینا برادر جان پیاز شداختیم ولی بوم دوزه مینا سغلامی انا عزیز نگاه کنید که در یک پشته یک چیز را کرده یعنی که میگه در سنت دوشنبه همش کار میکنه نگاه این زرنگی آب نگاه کنید اینا آبی گاز یگان کاملی نیست همش قاعده اینا بونه یک تاش کار میکنه اینا ماشاءالله اینا دیگر میشه دوستان عزیز هزار آمد با شخصانی که کارهای خیر کردن همه چیز در مزار کردن که وقتی از جا مهمون اومد ما اجازه میکشیم شب رو میکنیم که طلبات یعنی مزار با زندگی حاضره مطابق نیست هزار آمد با نام خوردهایی که سر میخشونه در همجا گذارانده صاحب کارهایی که در اینجا همین خیلی مکانهای خوب و زیبا را برای نفرانی که از راه دور میان تماشا میکنن یک زیارت میکنن یک صورت خوب میکنن پیشنهاد کردن هزار آمد کنه دوستان عزیز با همه توصیه میکنم بیاین تماشا کنین حضور با مسجد میره دوستان عزیز این مسجدی مزار حضرت سلطان دوستان عزیز کسانی که میان تماشا میکنن سر گشت میکنن 5 وقت نماز در همینجا خوانده میشود بهترین مهیا را کردگی که اینجا مسجدی مردانه اینا در پشت محکمه مسجد زنانه همه میتونه که 5 وقت نماز به یگان کاملی بخونه هم زن هم مرد فقط یک چیز دوستان عزیز توضیح در میاره نه تمام چیز هست یگان کس یگان گاو میگه الحمدلله شکرانه میکنیم که در دوران نمی مزار حضرت سلطان چنین مسجد 5 وقت است که هر یک شهروند میتونه که با حضور بیا نماز شب خونه دوستان عزیز اینا ماشاءالله فقط میتونیم 5 وقت نماز شب خون در هر یک برادر دعا کن نگاه کنید دوستان عزیز رفتیم ما بگی بارلا دوستان عزیز این در اومدگاهی مزار حضرت سلطان جای داشتیم یک منظره خوب کردگی هم تو اول ما چقدر تونستیم برای شما پیشنهاد کردیم نوار کردیم هزار احمد کلان
فقط بترین دوستان عزیز یگان کمبودی ما گذاشت که یگان دیگه خطا زده باشم عذر زیاد بالا به قبول نمیکنم هزار رحمت که تو ما رو دستگیر کردن یا لایک نمونه مرحمت شما دادیم با زیارتگاه مزار حضرت خیر دوستان عزیز تو برنامه آینده